عرض ارادت خدمت شما دانش آموزان عزیز. رسیدیم به صفحه 17 کتاب درسی. بحث تکراری شمارش رو ما در این صفحه با هم دیگه انشالله ادامه میدیم. ببینید بچه ها، گفته که در هر شکل تعداد انگشتان باز شده رو با انگشتان دست نشون بده. ببینید بچه ها، الان 1 2 3 4 تا دونه از انگشتای دست اینجا باز شده. من میام تمامی انگشتان دست رو به استثنای یکی از اونها باز میکنم و عددی که به من نشون میده عدد 4 هست. توی قسمت بعدی 1 2 3 4 5 تا از انگشتای دست رو من دارم مشاهده میکنم که به صورت باز شده هست. بنابراین میام یکی از دستام رو، تمام انگشتا رو باز میکنم که عدد 5 رو به من نشون میده. قسمت بعدی به ترکیب اومده به صورت مجموع، البته 5 تا از انگشتای دست رو باز کرده. 1 2 3 4 5. منم میام مثل قسمت قبلی تمامی انگشتان یک دست رو باز میکنم. قسمت بعدش هم باز همینطور هست. 1 2 3 4 5. قسمت بعدش 1 2 3 4 تا از انگشتای دست رو به صورت مجموع البته باز کرده که من میام مثل قسمت اول تمامی انگشتان دست رو به استثنای یکی از اونها باز میکنم. و قسمت بعدی 1 2 3 4 5 که میام کامل انگشتای یک دست رو، حالا چپ یا راست فرقی نداره، به صورت کامل اونها رو باز میکنم. و قسمت بعدی 1 2 3 4 تا از انگشتای دست رو به صورت مجموع باز کرده که من میام به استثنای یکی از انگشتای دستم همه انگشتان دست رو باز میکنم که عدد 4 رو به من نشون میده. قسمت بعدی هم تکراری هست و قسمت بعدی هم به نوعی تکرار موردهای قبلی. توی قسمت دوم این صفحه به من گفته الگو رو ادامه بده. ببینید بچه ها، اصل و اصول همونطوری که بارها من براتون گفتم یکی هست، منتها ممکنه شکل یک تمرین با شکل یک تمرین فرق کنه. ببینید الان جمله که در حال تکرار من میتونم بگم یه دونه به علاوه نارنجی با یه دونه مربع سبز، یه دونه به علاوه نارنجی، یه دونه مربع سبز، یه دونه به علاوه نارنجی، یه دونه مربع سبز. جمله در حال تکرار من این هست. حالا میریم سراغ قسمت آخر تا جایی که خودش حل کرده. یه دونه مربع نارنجی رو من میذارم، یه دونه مربع سبز، یه دونه به علاوه نارنجی، عذرخواهی میکنم اشتباه گفتم، یه دونه به علاوه نارنجی و یه دونه مربع سبز. این صفحه هم در تکمیل کردن صفحه های قبلی بود. منتها اگر من بیام دقت کنم، مفهومی که میخواد به من آموزش بده این هست که عدد 5 به صورتهای مختلفی قابل نشون دادن هست. ممکنه 3 تا از انگشتای این دست رو باز کنم، 2 تا از انگشتای دیگه، ممکنه 4 تا از انگشتای دست رو باز کنم، یه دونه از دست دیگه، و ممکنه به صورت کامل من بیام یکی از دستام رو هرچه انگشت داخلش هست رو بیام باز کنم که میشه عدد 5. ولی عددی که به من نشون داده میشه همون عدد ثابت هست. انشالله وقت و ایام به کامتون قرار بگیره. برمیگردیم انشالله به زودی با صفحه 18 کتاب درسی.